تقدیم میکنند فتووت و جوانمردی و احترام و صمیمیت. مبارکت با تیمور راهیموف. انا اید رو معروف جان یک زمزمه موسیقیتان زینتی دیگر دهد. تیمور بار دیگر خوش آمدید به نورآباد. ابوبکر شیروف خیر مقدم و زادگاه. جهان سپاس و تشکر. 10,000 سامانی به ابوبکر و به ستاره درخشان گرانوزنهای جدای سیاره تیمور رحیموف رئیس محترم نورآباد 25,000 سامانی مکافات نوروزی تقدیم کردند. سپاس و تشکر. سفید پوش مهمان مردم نورآباد آقای برمناغلو با لباس سفید. کبود پوش از نورآباد عمر شیروف. یک پالین 5 تحفه هر دو پهلوانی که در میدان خب بعد این بچه حصاری و واحد ایرانی پهلوان دیگر ایرانی نامتان رضا با عبدالله از تاجیکستان از رشتان زمین. هر دین و برایان هر دین و امون داشته باشه. عبدالله این برابر شما لباساتون نپوشید اینجا بیاید. شیرزاد رقیب شیاف دعاشا گیرید. شما یک لحظه اگر استید این بچه حصاری و پهلوان واحد ایرانی جای خالی داری که دلوان صدرالدین بکار است که شما شایف بره که در شایف دا بره کنی آقا جان برادر شما بفرما بذاره یک توفه که هست اونجا ها بچه های تاجیک و ایرانی عبدالله لایقزاده از تاجیکستان ناحیه رشت و رقیب برادر ارجمند از کشور ایران است. برمناغلو با عمر گشتین گرفته ایستاده است. محیدین با ابراهیم از نورآباد. همین ترتیب 1 2 3 4 جفت بچه های ارزنده در میدان. تشکر به همه اینا. سپاس. حالا بعد این جفت باز پهلوان شهر حصار از تاجیکستان و مهمان ارجمند ایرانی واحد نام شما که آقایون محسن جان خوش آمدید. معروف هماهنگ میکنند برای پرتافتی جالبی عبدالله. کانی معروف تنظیمگر موسیقی ها برادر عزیز. خیر مقدم یک مهمان ایرانی به قالین از نورآباد برمیگردد. اکنون نوبتی دیگر است. خب نوبت محسن جان خلعت برادر ارجمند با محسن دهید.
آقای برمناغلو قهرمان جهان انا با عمر گشتین گرفته ایستاده است. دمی کلانکار گرفتن اینجا بسیار شد مردم. خب محترم رئیس اشاره کردن که خالی نه از مکافات این گیرد و ارزش 5000 سامانی داشته را برای قدر شناسی قهرمان جهان از ایران گذارید. اگه مردم چکو میکنن مردم مردم یک صمیمیتی رئیس محترم را با احترام قبول کرده کفکوبی را زیادتر میکنن. انا کار این بالای هیچ شد ولی این اولی کار است میبیند 140,000 سامانی مکافات عالی میدان نورآباد. کسی که زحمت کشید پاداشی با الهام‌الدین جبار هر کی هست مهمانای ازبکستان پهلوانان دیگر منطقه تاجیکستان مرحبا قدومتا خیر و مقدم نوروز کریمزاد انا مهمانان خاطراتشون خیلی باز قوی‌تر کرده را انمو بخی بطای پوش نورآباد تولید شد به وایه رسید عمر با قهرمان جهان کشتر بدیرگان است. انمی بخی بطای پوش نورآباد با زورا خیلی بسیارند ولی این نه عمر و پهلوانای دیگر میدانداری کردن ورزشکاران ما این هم احترام این هم یک صمیمیت این یک اطمینان ورزشکاران ما را باز دوچند میکند. عمر رابین نه حراسی حالا نو بسینی 18 قدم میگیرد. خب آنم میشود هر دینا مرزنده پهلوان رشتان زمین سیددین سیددین؟ درست گفتم محمد ایسا رجب از همدانی توفه این بچه را که معلم سرداوری مسابقات با خزینه‌دار هماهنگی کار را هر دو بچه ها عبدالله رقابت دور اولشون مساوی بود هم سیددین و هم محمد ایسا با تخلصی یکی ملو نشد نه عادت کرده خیلی که تیمور جگر ما جگر میگیم کم کم خجالت میکشیم میگه که هیچ گفت میگه که ما کار عادت کردیم این 20 ساله هایی که ما هم جگر گفتن و رفتم خیلی ملو نشد اگه تخلص شما را به همه کین محمد ایسا تا میگوین در رسانه های خبری کارمندان تلویزیون که جری بگوین تیز میفهمم برای کار به هر دینا توفه شونه معین کنید چک شونه یا ورقه مکافات شونه در دست داور کیه داور خواب نبره ها تا بیچاره من خلوکی دکن در حرکت کردم نکن علی جانی سفر علی کنه اون طبیعی چی ده اونم ایدی بید صبحی دین تیز اینجا دیون این وقتی نشسته نیست دیگه جایی دریافتی گنرر که سیجل و سیزاده جایی دریافتی گنرر شده قدر و قیمت و منزلت و احترام شما را محترم رئیس دانست که از اونجا میگه اون ارزشش کمی کاسته تر است یک مکافات دیگر بالای اون زم کن صبحی دین نیست یکم کس که الهام دید یا این پیشی بایی برید یا ویا پیشو بیارید و یک کار دیگر کنیم چه می شود ولی مردم با کم کم محبت چون دیگر خیلتره گرم میشین هاپا ای به هر دو وقت سعادت خیزی داده و میگه ایش میگه با ایش میگه ولی میگه کی واقعی ولی ایش میگه کای
من خیلی احترام دارم نگیری تا نگیدم علی جان سفرعلی اینجا بیا که پایین بشی ایمون آباد اومدی ای چشمه جوشان اومدی از کلاب اومدی خوش اومدی این پایین بشی تغییر کرد حالای شین چپ راست فر ندارد این بهار دخلو اقبال آمرو جکهزه انا جمع مرد و پهلوان و شخصی محبوب و دوستداری میدان نمیشینست هپا گیر سید خوجا او عبدالله جان هر دو بچه مکافات شما چک شما در دستی دوار اکلاکی رشید اینم کسی اینا هم هر دو شرزندم این بچه کن سعید رحمان حصار سعید رحمان از حصار عبدالله اکدو بچه همه مهنت رئیس محترم به خاطر احترام همین مقدسات است مقدسات لباس ملی از جانب رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامزاده طرحریزی گردیدند که آن تجسم کننده فرهنگ و تمدن مردم تاجیک است و این همه رمز دولتداری ما در همه خیلت‌های سفید و سبز نهفته است هدف همون است که شما با شورت و با خیلت‌های گشتین ملی به میدان بیایید هم در سر زیبا هم در چشم مردم زیبا هم در تبلیغ میدانداری نورآباد زیبا نورم علا چی؟ نور تشکر میدونم نورم که گفتی میدونم چی شد بر من آقلو و برادری محبوب احترام شما این نوبت گیر فکرشون هم بینید خیلی طبق یکم دوچرخه یک کالینی دیگر ارزشی 2800 سامانه در همین دوچرخه هر کسی که دیدن طبقه خدا یارش اینم یه نزدیکتر باشید صبح دیر این طبقه از کنار راست میدان صبح دیر اداره کرد کی هست میمونه عزیز نه ها گیله نکنه که بعد نورآباد رفتیم و کارمون اینا با صبح دیر کسی آمد در طبق یکم دوچرخه یک کالین 5 به 3 تشکر این ابتدای کار است در صورت غلبه های پای در پای مکافات ضمن می شود باور کنید رئیس محترم اگر چنین مهربانی ها لطف در دیگر منطقه ها هم اوج گیرد یک تلویزیونی 5000 سامانه پلاسکی باز در بالای همین زمین اما کنی موسیقی که معروف تنتنه ایدی با شکوهی نورآباد را زینت دهید اقرار تبوزن سیاه مردم اکالی محمد ایران بیو هرچا بیو فتح‌الدین نورآباد محمدین شهر دوشنبه یک دوچرخه با هر دو بال یک خلعتی میدانداری گشتینی اجدادی در بالای آن آمین تشکر طبقی دیوانی گفتیم اینا بیو بین خدا که داد شکر نعمت نداد اکنون حکمت زیر همون
چترین هفتهی برادری لایرزاده مینامد. برای همه که نداد این معنی هم را دارد که آمادگی را باید جاری‌تر کنید. کسی در طبقه دوم شیند این هم ارزشی تا 8,000 سومانی است. مکافات اینو که همین طریقه غیره طبقه دوم وزن تا 80 کیلو. ما پهلوانا رو میبینیم فکرامون را جنبست میکنیم بعد نظری مشخصی سرداور قطعی سرکاتیب و برادرای ارجمند بیان میکنیم. کی است؟ که معروفی تنظیمگر بچه‌ای که ما در لحظه های عیدی تنتن میگوییم موسیقی را شما پیونده کلی شما فریدون نورآباد خب اینجا بیاد نوروزی کریمزاد تیمور ملیک